بینندگان عزیز سلام. در خط مقدم جبهه سوریه هستیم. اینجا جایی است که مدافعان حرم از عمق استراتژیک نظام دفاع می کنند. برادر پاسدار، تو این لحظات آخر زندگی اگر حرفی داری بزن. من فقط از امت همیشه در صحنه یه خواهش دارم. جون مادرتون وقتی کمپوت میفرستید سوریه اون کاغذ روشو نکنید بابا، نکنید. برادر آخه چه جمله‌ایه بابا، یه حرف ولایی بزن. آخه حرف ولایی چیه دیگه بابا؟ آخه تو که نمیدونی تا حالا 3 بار به جای کمپوت به من رب گوجه افتاده. سلام علیکم دوستون دارم وجود تا بسر عجب برنامه تریپی. یک کامیون ارادت دارم خدمتتون تا ترانه بعدی. شما یکی رو خالیش کنین تا من برم بعدی رو واسهتون بیارم. عزت عالی مزید.